سلام دوستان، به کانال یوتیوبی من خوش اومدین. امروز میخوام براتون جوجه کباب درست کنم و 3 طعم اصلی و حرفه‌ای اون رو میخوام بهتون آموزش بدم. بریم برای مرحله آماده سازی. در اینجا یک سری مواد اولیه رو میخوایم برای آماده سازی اون. مقداری مرغ که برای جوجه کباب تکه شده که شامل بال، تهبال، سینه، رون و تهرون هست. مقداری ماست، مقداری مایونز، چند حبه سیر و چند عدد پیاز. ادویه های ما شامل آویشن، پودر سیر، پاپریکا، پودر دارچین، ادویه مخصوص مرغ، نمک، فلفل و از همه مهمتر زعفرون هست. به نصف لیوان روغن و آب لیمو هم نیاز داریم. در ابتدا من پیاز هامو خرد میکنم به این صورت که میبینید. نکته مهمی که هست، چاقوتون باید همیشه تیز باشه. اگر که تیز نباشه مواد غذاییتون رو به این سرعت و به این ظرافت نمیتونید خرد کنید. خب توی این مرحله من یک لایه از مرغ هام رو میچینم کف ظرفم که میتونه متشکل باشه از قطعات مختلف مرغ. بعد مقداری از پیاز هام رو بهش اضافه میکنم. بعد لایه بعدی رو بهش اضافه میکنم جوری که لایه قبلیم رو به صورت کامل بپوشونه. توی این مرحله مقدار خیلی کمی بهش روغن اضافه میکنم بعد از 2 لایه. مجددا پیاز هام رو بهش اضافه میکنم. دقت کنید که توی این مرحله سر و ته پیاز رو کامل نگیرید که بتونید خودتون به صورت تیکه تیکه با دست اون رو جدا کنید و هر قسمتی که از مرغ دلتون میخواد اضافه کنید. حتما هم دقت کنید که برای درست کردن جوجه کباب هر چقدر که سایز مرغتون کوچیک‌تر باشه طعم خیلی بهتری رو بهتون میده. خب لایه بعد رو بهش اضافه میکنم. و مجددا بهش مقدار دیگه پیاز اضافه میشه. و در نهایتا لایه آخر رو هم بهش اضافه میکنیم.
و حالا هر چقدر که از پیاز ها مونده به مرغمون اضافه میکنیم تا روی اون رو به خوبی بپوشونه که بوی ذهم مرغ کاملا گرفته بشه. این مرحله اول و مرحله پایه کار ما هست و هیچ ادویه دیگه توی این مرحله بهش اضافه نمی کنیم تا طعم پایه مرغمون از بین نره. خب بعد از گذشت 2 ساعت مرغ ما که به صورت پایه آماده شده، آماده هست که بتونیم از اون استفاده کنیم و طعم‌های مختلف رو بهش اضافه کنیم. خب من در ابتدا سیرهامو به صورت نگینی خرد میکنم که هم برای عطر و طعم مرغ هام استفاده کنم و هم برای اون بخش اسپایسی مرغ ها. اول از همه اونا رو به سایزهای بزرگ خرد میکنیم به این صورتی که میبینید توی این سایز ها. از وسط نصفش میکنیم و بعد هر نصف رو به صورت حلقه‌ای خرد میکنیم. خب توی این مرحله بعد از اینکه سیرهامون رو خرد کردیم اونا رو به این صورت ساتوریش میکنیم تا به قطعات کوچکتری تقسیم بشه و عصاره اون کامل در بیاد و از اون سایز بزرگی که هست خارج بشه. یک بار دیگه ما این کار انجام میدیم. خب تقریبا همین مقدار کافی هست. در اینجا ما قصد داریم که از 3 تا طعم مختلف استفاده کنیم. ما اول جوجه هامون رو داخل ظرف هامون میریزیم. اونایش که به صورت فیله مثل سینه هست یا مثل ترون هست به این صورت، یعنی گوشت خالص بدون استخون هست، رو توی یه ظرف میذاریم. اونایی که استخوندار هست توی 2 تا ظرف دیگه قرارش میدیم. اینایی که به صورت سینه و فیله هست رو میخوایم باش طعم جدیدی رو آماده کنیم که در ادامه براتون توضیح میدم که به شدت خوشمزه میشه و اون استخونهایی رو هم که توی مابقی قسمت‌های ظرف ها ریختیم با اونها هم میخوایم 2 طعم دیگه درست کنیم. با این که به صورت فیله هست میخوایم جوجه کباب، حالا به اصطلاحاً میگن لاری ولی خب یه مقدار شخصی سازی شده هست، با مایونز و ماست درست کنیم. با این میخوایم جوجه کباب زعفرانی و حالا مرغوب ترین نوع جوجه کباب که معمولا توی رستوران ها سرو میشه استفاده کنیم و با این کاسه هم میخوایم جوجه کباب اسپایسی درست کنیم. این جوجه کباب به سام ماست و مایونزی ما هست یا به اصطلاح لاری. یه مقدار خیلی کمی بهش از سیر خرد شدمون اضافه میکنیم. چند قاشق ماست و چند قاشق هم مایونز که خب این طعمش بستگی به خودتون داره. اگه میخواین طعم خوشمزه تری بگیره هرچی که
مایونز اون بیشتر باشه طعمش قطعا خوشمزه تر میشه و ما اون رو هم میزنیم. باید مقدار و میزانش به اندازه‌ای باشه که کل اون مرغ‌های ما رو در بر بگیره و یک لایه سبک روی اون موادمون به این صورت قرار بگیره که ما توی این مرحله یک مقدار مختصری بهش فلفل و مقدار کمی نمک بهش اضافه میکنیم، چون که نمیخوایم اون طعم مایونز و ماستمون از دست بره و طعم نمک و فلفل بهش غالب بشه. خب این طعم اولمون آماده است. طعم دوممون طعم اسپایسی است که من اینجا بهش مقداری اول آب لیمو اضافه میکنم، مقدار خیلی کم، مقداری از اون پودر سیر که از سری قبل این مقدارش باید کمتر باشه، مقداری بهش آویشن، مقداری ادویه مرغ که اینو از عطاری ها میتونید تهیه کنید، مقداری پودر سیر که ما اینجا مقدار زیادی رو میزنیم چون میخوایم طعم ادویه درش حس بشه. اینجا پاپریکا رو زیادتر میزنیم چون که به صورت اسپایسی و نیمه تند هست و مقدار خیلی کم و مختصری پودر دارچین. و برای که بتونیم این مواد رو به خوبی با هم دیگه ترکیب کنیم یک مقداری روغن بهش اضافه میکنیم و بعد از اضافه سازی روغن نمک و فلفل. حالا این مواد رو به خوبی با هم دیگه ترکیب میکنیم. به صورتی که موادمون تا حدودی روغن روشو فرا بگیره و اگر دقت کنید یک مقدار روغن ما کم هست، من یک مقدار دیگه بهش روغن اضافه میکنم برای که کاملا ادویه به خورد مرغ بره. هر چقدر که توی این مرحله مواد رو بیشتر هم بزنید باعث میشه که جوجه کباب خوشمزه تری رو داشته باشید. خب تا همینجا کافیه، تقریبا رنگ مرغمون هم یه مقداری عوض شد. اینم طعم دوم ما. توی این مرحله میخوایم برای جوجه کباب زعفرانیمون زعفران رو دم کنیم که من از روش سنتی اون یعنی با آب جوش استفاده میکنم. مقداری زعفران رو توی یک لیوان ریختم و اونو پودر کردم و بهش آب جوش رو اضافه میکنم که تقریبا 1/3 لیوان من رو فرا بگیره. بعد یه دونه بشقاب روی سر اون قرار میدم و منتظر میشم 10 دقیقه بگذره تا زعفران من دم بیاد و بتونم از عصاره اون استفاده کنم. این یکی از روش‌های سنتی هست که در ویدیوهای بعدی براتون نحوه دم کردن زعفرون با روش‌های مختلف رو براتون قرار میدم. بعد از گذشت 10 تا 20 دقیقه که زعفرانمون دم اومد، ما به موادمون 2 تا 3 قاشق زعفرون اضافه میکنیم که حتما از اون گلبرگ ها یا حالا همون مواردش هم اضافه بشه. من یه قاشق دیگه هم اضافه میکنم برای عطر و طعمش. مقداری نمک، مقدار کمتری فلفل و اینجا از مراحل دیگه‌مون خیلی کمتر شد، در حد نصف حبه سیر بهش اضافه میکنیم و اون رو هم میزنیم.
تا عطر و طعم زعفرون به خورد مرغ بره. اگر دقت کنید الان اون رنگ و اون شکلی که من میخوام رو کم کم داره به دست میاره و کاملا اون رنگ طلایی رو به خودش نگرفته، که بعد از یه مقداری هم زدن متوجه میشم که خب یه مقدار دیگه باید بهش زعفرون اضافه کنم تا خوش عطرتر بشه و خوش طعمتر و خوش شکلتر بشه. و یک مقدار از این گلبرگ هاشم بهش اضافه میکنم، نه خیلی چون بعد میسوزه توی پختن و طعم بدی رو بهش اضافه میکنم. همین مقدار کافیه و مجددا اون رو هم میزنم. این هم طعم سوم ما که طعم زعفرانی هست که یکی از خوشمزه ترین و بهترین طعم های جوجه کباب. 3 تا طعم جوجه کباب من آماده شده و اون رو باید به مدت 24 ساعت تا 48 ساعت داخل یخچال قرار بدم تا طعمش به خوبی غالب بشه و یک طعم خیلی خوب به ما بده. چون یکی از رازهای مهمی که توی جوجه کباب هست اینه که اگر اون موادی که میخواین بهش اضافه کنید، حالا میخواد ادویه باشه، میخواد زعفرانی، هر چیز دیگه باشه، اگه کمتر از 24 ساعت به مرغ اضافه شده باشه و استفاده بشه، طعم خوبی رو به شما نمیده، اون طعم اصلی جوجه کباب حفظ نمیشه. خب من سر ظرف هامو با این پلاستیک های این شکلی میبندم که وقتی توی یخچال قرارش میدم عطر خودش رو از دست نده، که شما میتونید از سیلیکون یا پلاستیک یا همون کیسه فریزری هم استفاده کنید و اون رو به مدت 24 ساعت تا 36 ساعت یا حتی 48 ساعت که بهتره توی یخچال قرار بدید. میریم بعد از 24 ساعت تا 36 ساعت برمیگردیم. خب 36 ساعت گذشت از زمانی که ما مواد اولیه‌مون رو آماده کردیم و جوجه هامون رو داخل مواد خوابوندیم. الان بریم برای مرحله آماده سازی. خب بعد از 36 ساعت ما الان آماده هستیم که مرغ هامون رو به سیخ بکشونیم. این اولین طعم مرغی بود که میخوایم به سیخ بکشیم. این مورد دوم که اسپایسی هست. این هم مورد سوم که با زعفران درستش کردیم. همینطور که میبینید مواد ما به خوبی مرینیت شده و کاملا اون موادی که بهش اضافه کردیم به مرغ هامون باعث شده رنگش عوض بشه، بافت اون عوض بشه و آماده طبخ هست. خب ما الان آماده هستیم تا جوجه هامون رو به سیخ بکشیم. قبلش حتما اون موادتون رو مخلوط کنین، مجددا هم بزنید تا رنگش عوض بشه. از جوجه ماستی شروع میکنیم که به صورت معمولا سینه و رونه بدون استخون هست. از وسط بافتش سیخمون رو فرو میکنیم. یه تکه دیگه دقت کنید که از وسط عبور کنه که به همین صورت شیک سرش بمونه، چون اگر که از وسطش عبور نکنه باعث میشه که وقتی که روی حالا زغال یا حالا اجاق یا حالا هر جای دیگه که میخواید درست کنید بذارید، باعث میشه که بعد از چند دقیقه از خود سر سیخ بیفته. خب این اولین سیخ ما. سعی کنید سیخاتون هم زیاد سنگین نکنید، چون وقتی سیختون زیاد از حد سنگین بشه باعث میشه که وزن خود اون سیخ زیاد بشه و وقتی که میخواین حالا اون رو طبخ کنید
برای جابجا کردن سیخ روی آتیش به مشکل بخورید و گاهن وقتی که سیختون تراز نباشه، یعنی اگر مرغ‌ها رو به درستی سیخ نکرده باشید، وقتی که وزنش هم سنگین باشه همیشه یک ورشو بیشتر نمیتونید به درستی حرارت بدید و باعث میشه که اون سمت دیگهش خام بمونه. خب فعلا از این طعم حالا ماستی یا به اصطلاح لاری کافیه. خب طعم بعدی که ما میخوایم به سیخ بکشیم زعفرانی هست که همونطور هم که قبلا اشاره کردم یکی از مرغوب ترین و بهترین جوجه های زعفرانی. اگر دقت کنید بعد از اینی که ما اونو هم زدیم رنگش زردتر شد و رنگ قشنگتری رو به ما داد. اون رنگی که یک مقدار حالت سفید داشت بیشتر به خاطر این بود هنوز مواد ما مخلوط نشده بود. دقت کنید وقتی که میخواین بال رو سیخ بکنید 2 تا استخون داره، یکی این قسمت و یکی این قسمت. موقع سیخ کردن باید از بین این 2 تا استخون رد بشن، یک استخون میاد زیر سیخ و یک استخون میاد روی سیخ. این باعث میشه که مقاومت خوبی داشته باشه سر سیخ ما. همیشه هم میتونید این سیختون کنار مابقی سیخ‌ها بذارید و سایز بگیرید که بزرگتر یا حالا کوچیکتر سیخ نکنید که از منقلتون یا حالا اون ظرف آتیشتون بزنه بیرون. برای رون همینطور 2 تا قسمت گوشت این قسمت و این قسمت داره و یک استخون وسط داره. 2 تا قسمت گوشت رو باید بالا قرار بگیره، استخون زیر، به این صورت که ما این سیخ رو از قسمت این گوشت رد میکنیم، یکم دستمون رو خم میکنیم و اون رو فشار میدیم. باعث میشه که 2 تا قسمت گوشت بالا قرار بگیره و اون قسمت استخونی زیر. این طرز صحیح سیخ زدن مواد گوشتی یا حالا مرغی هست. باز اینم که حالا حالت طاحون داره هم به همین طور، قسمت گوشتیش رو و قسمت استخوانش زیر. باز یه بار دیگه. هر چقدر اینو با دقت‌تر و دقیق‌تر انجام بدید کیفیت خروجی کار بهتری بهتون داده میشه. سعی کنید همیشه یک فاصله نسبی بین مرغ هاتون بذارید، چون وقتی که به هم دیگه چسبیده باشن اون طعم خوبی که باید در آخر بهتون بده رو نمیده، چون که تحت فشار هست و به درستی نمیپزه. میریم برای طعم نهایی و طعم فاینال ما، اسپایسی، که اونو هم به سیخ بکشیم. مهم نیست مرغتون به چه تکه یا به چه شکلی باشه، هیچ وقت در طول اون رو ما سیخ نمیزنیم، در عرضش، یعنی قسمتی که سطح مقطعی کمتری داره این کار رو انجام میدیم، چون اونجوری باعث میشه که فضای بیشتری از سیخ ما گرفته بشه و تعداد سیخ هامون بدون دلیل زیاد بشه. باز این هم به همین شکل اگر دقت کنید دونه های سیر رو که تکه تکه و خرد کردیم به خوبی میتونید روش ببینید که این باعث میشه در نهایتا یک طعم به شدت از خود سیر که قالب هست و ما داشته باشیم. فقط دقت کنید تکه هایی که حالت استخوانی داره رو معمولا باید به یه دونه سیخ بزنید و تکه هایی که بدون استخوان هم هستن رو به یک سیخ دیگه. اگه فرض مثال میگم شما میخواین از بال و تهبال فقط استفاده کنید، بال ها رو روی یه دونه سیخ بزنید و تهبال ها رو هم روی یه دونه سیخ دیگه، چون اینجوری باعث میشه که زمان پختش به هم دیگه نزدیکتر باشه و طعم بهتری رو بهتون بده. در غیر این صورت ممکنه یک قطعه از گوشت زودتر بپزه و اون قطعه دیگه زمان بیشتری رو بگیره برای پخت و خب این قطعاً طعم خوبی رو در پایان به شما نمیده. حالا ما الان از هر مواد 2 تا دونه سیخ درست کردیم. اگر که خواستید تعداد بیشتری رو درست کنید، مثلا 5 تا یا 10 تا از این سیخ، از این سیخ یا از این سیخ باشه، روی خود اون سیخ قرار بده. اگه من قرار یه دونه سیخ دیگه از این جوجه حالا لاری مثلا بخوام بزنم، روی خودش میزنم، روی اینا نمیذارم که طعمش به هم دیگه قالب بشه. خب تقریبا کار ما تا اینجا تمومه. بریم برای مرحله آماده سازی و پخت و پزش. خب الان آتشمون درست شده و جوجه هامون رو بهش اضافه میکنیم. نکته مهمی که هست اینه که اول از همه آتیشمون رو یه باد تند میزنیم که سرخ بشه. بعد از اون
جوجه هامون رو بهش اضافه میکنیم. و بعد از اون دیگه اون رو باد نمیزنیم. جوجه باید به صورت آرام پز پخته بشه، یعنی باید با یک حرارت کاملا ملایم بپزه. اگر ما شروع کنیم به باد زدن جوجه، پوست روش یا اون بافت روش سوخته میشه، رنگش تیره میشه و ما فکر میکنیم جوجهمون پخته و وقتی که اون رو از سیخ میکشیم میبینیم وسط اون جوجه یا مرغمون هنوز حالت خونی هست و نپخته. پس ممکنه 20 دقیقه تا نیم ساعت هم حتی طول بکشه تا آماده بشه، ولی در نهایت یک نتیجه فوق العاده رو بهتون میده. پس اینو ما همینجوری نگه میداریم تا 5 دقیقه تا 10 دقیقه بگذره و به هیچ عنوان اون رو باد نمیزنیم. خب بعد از گذشت تقریبا 5 دقیقه جوجه هامون رو برعکس میکنیم و میبینید که روش برشته شده و اون حالت سوختگی رو به خودش نگرفته. دقت کنید که این جوجه هایی که حالت ماستی یا حالا همون لاری داره، بافت ماست زود میسوزه و گول نخورید که این بگید سوخته یا پخته. باید بذارید و 5 تا 10 دقیقه دیگه مجددا بهش سر بزنید. خب جوجه های من تقریبا پخته و الان بهش گوجه ها رو اضافه میکنم تا گوجه هامون هم بپزه. نکته بعد این که گاهن ما جوجه کبابمون رو پختیم، دو طرفش کاملا پخته ولی این لبه های کناریش نپخته و ما اون سیخ رو به صورت همون حالت کنار میذاریم تا قسمت های کناریش رو هم به راحتی پخته بشه. یکی از مواردی که معمولا داخل رستوران ها انجام میشه این هست که به خاطر که شعله های اونا هم از زیر و هم از کنار خورده میشه، کل دو طرف یا همون 4 طرف جوجه ها پخته میشه و ما حالا چون که معمولا روی منقل دو طرفش رو بیشتر نمیتونیم بپزیم، لبه های کناریش رو هم چند دقیقه میذاریم تا به صورت یک نواخت پخته بشه. خب جوجه کباب ما آماده هست. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش های بعد، خدا نگهدار.